سلام دوستان، وقتتون بخیر. من پیمان رستگار هستم. یک جلسه کتابخوانی شروع کردم و در مورد قدم های کوچک موفقیت، قدم های کوچک روزانه و از روی کتاب که روی موبایل براتون میخونم، در واقع روخانی میکنم، کتابخوانی. امروز 20 فوریه و 9مین روز چالش کتابخانه. عنوانش هست استمرار در مسیر موفقیت، چگونه در مسیر بمانیم. مقدمه‌اش هم اینه که موفقیت جایی است که دیگران متوقف میشوند. چطور آن یک قدم بیشتر را برداریم؟ چطور از فکر کردن به عمل برسیم؟ و اینم بگم که دیروز در مورد ثبات صحبت کردیم، ثبات و استمرار. امروز میخوایم یک قدم جلوتر بریم. سوال اصلی امروز اینه که شما بدونید در مورد چی میخوایم صحبت کنیم. چطور در مسیر موفقیت بمونیم، کم نیاریم، حتی وقتی انگیزمون از دست میدیم. استاد میگه که چون حقیقت اینه که انگیزه تمام میشه، اما استمرار باید ادامه داشته باشه. موقعی که انگیزمون از دست میدیم، استمرار اینه که این مسیر رو باید ادامه بدیم، کمک ما میکنن. بیشتر مردم شروع خوبی دارن اما در مسیر جا میزنن. نه به خاطر اینکه نمیتونن، بلکه چون نمیدونن چطور توی مسیرشون بمونن. حالا جالب شد. مورد اول، چرا ماندن در مسیر سخت است؟ گفته بیایید با خودمون صادق باشیم. به خاطر این سخته که ما دوست داریم سریع نتیجه بگیریم، دوست داریم سریع به سکو برسیم. میخوایم همه چیز بدون دردسر باشه. نداریم، ما باید دردسر بکشیم، سختی رو بکشیم، ممکنه تو مسیرمون زخمی بشیم، زمین بخوریم. انتظار داریم در مدت خیلی کوتاه به موفقیت های بزرگ برسیم. اما واقعیت نه که موفقیت زمان بره. در این لحظه که فرق بین برنده و بازنده مشخص میشه. برنده تو مسیر میمونه، زمین بخوره بلند میشه، حالا نیازی نداره که دنبال این نیست که کامل باشه، ادامه میده. استمرار. آدمای موفق اینا رو گذروندن. دوم، چرا نیاز داریم قوی باشیم؟ به خاطر اینکه قوی بودن و ایستادن، ادامه دادن مسیر، دل سرد نشدن، همه اینا قوی بودن ما رو موفقیت میرسونه. شاید خیلی به صورت شعار داره بیان میشه، ولی واقعیتش همینه. ما اینا رو آموزش ندیدیم. واقعیتش همین شعاراست که باعث میشه که به اون بالا برسی. یعنی یه اراده فولادی میخواد که با شکست، با دل سرد شدن، با هزاران فکری که به وجود میاد توی مسیرت بمونی. دلیل خودت رو پیدا کن، نه یک دلیل سطحی، بلکه یک دلیلی که قلب تو به لرزه بندازه. یعنی من ممکنه موفق بشم، ممکنه بهش برسم، ممکنه اونو به دست بیارم، برام خیلی خوب بشه، رزومه کاری بشه، قهرمان بشم، بعدش بتونم مربی بشم،
یا این پول رو به دست بیارم بتونم این خونه رو بخرم یا هنرمند بشم تدریس کنم. به اینا فکر کنید. سوم، بازسازی انگیزه در لحظات خستگی. انگیزه مثل سوخت ماشینه، هر چند وقت یک بار باید دوباره پر بشه، یعنی باک ماشین دوباره باید پر بشه. چطور این کار رو انجام بدیم؟ یادآوری و موفقیت های کوچک. به عقب نگاه کنیم ببینیم خب من تو 0 کیلومتر بودم، الان توی مثلا کیلومتر 80م. موفقیت کوچک رو جشن بگیریم. تجسم، تصویرسازی این که برنده شدی، تصویرسازی این که من شرکت خودم رو دارم، من کارمنده خودم رو دارم، من مربی شدم، شاگردای خودم رو دارم، من توی مسابقه شرکت کردم. تصور کن، ببین که رفتی توی سکو ایستادی و مدال طلا رو گرفتی. تصور کن. و خیلی مهم، نکته مهم، این تصویر ذهنی به تو انرژی میده که ادامه بدی. تصویرسازی ذهنی. چهارم، تغییر مسیر، اما نه تغییر هدف. وقتی مسیر جواب نمیده، مسیر تو تغییر بده، هدف تو تغییر نده. مثلا من میخوام برم قهرمان جهان بشم در ورزش. اگر جواب نگرفتم باید مسیرم عوض کنم، باشگاه‌م عوض کنم، وزن زدنم عوض کنم، حالا لوکیشنم عوض کنم، هر تمرینیمو عوض کنم. هدفم هنوز همون قهرمان جهان شدنه. و یک مورد مهم، انعطاف پذیری کلید ماندن در مسیر است. ما واقعا نیاز به انعطاف داریم. ارتباط با افراد مثبت و پشتیبان. محیط و افرادی که با اونا وقت می‌گذرونی خیلی مهمه. با افرادی که باید انگیزه بدن، هم مسیرت باشن. با کسانی که قبلا موفق شدن هم مسیر شو، حرف بزن، نظر بپرس. نکته و مهم، انرژی اطرافیان انرژی تو رو میسازه. پس انتخاب کن که کسانی دور برت باشن. مورد آخر، به مسیرت اعتماد کن. اگر یک راهی رو برای خودت برنامه‌ریزی کردی، برنامه چیدی، برو به خودت اعتماد کن، ادامه بده، هرچند که سخت باشه. یه گاهیش بهترین کاری که میتونی انجام بدی اینه که به خودت اعتماد کنی. اعتماد به این که اگر هر روز یک قدم کوچیک برداری، در نهایت به مقصد میرسی. تو اصلا تصور کن از تهران با ماشین میخوای بری اصفهان، قدم های کوچیک کوچیک، بار رو میبندی، چمدون رو میبندی، میذاری صندوق عقب، حرکت میکنی، تو راه مثلا تخمه میخری، آب میخری، آب میوه میخری، بنزین میزنی، استراحت میکنی، میزنی بغل یه شوت میزنی. قدم های کوچک 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 تو رو به مقصد میرسونه. توی مسیر استمرار باعث میشه که به مقصدت برسی. موفقیت برای کسانی است که به مسیرشان ایمان دارند، حتی وقتی مسیر تاریک و نامعلوم است، ولی چون میخوام حرکت میکنم، میرم و بهش برسم. شاید شکست بخورم، شاید زمین بخورم، شاید زخمی بشم، ادامه میدم. و امروز یاد گرفتیم که چرا ماندن در مسیر سخته، چرا باید قوی باشیم، چگونه انگیزه رو دوباره بازسازی کنیم.
مسیر رو این خیلی مهم بود، مسیر رو تغییر بدیم نه هدف رو. هدف قهرمان شدن، راه چه تغییر بده. نه یه بقاره چیز که از خودم من نمیخوام قهرمان شم، نه یه مسیر دیگر امتحان کن. روتونهای روزانه خودتو ایجاد کن و مهم دورت رو با افراد موفق پر کن و به جمع افراد موفق برو و به مسیرمون اعتماد کنیم. موفقیت جایزه کسانی است که در مسیر میمانند، نه فقط کسانی که شروع میکنن، نه فقط کسانی که ایده های خوب دارن، بلکه کسانی که وقتی همه چیز سخت میشه بازم ادامه میدن. سوال ما از شما امروز اینه، از خودم، از شما، وقتی سخت شد چه چیزی تو رو در مسیر نگه میداره؟ آیا آماده ای امروز هم یک قدم کوچیک و اما مهم برداری؟ یادمون باشه رها نکن، شاید فقط یک قدم با موفقیت فاصله داری. امیدوارم که موفق باشید.